ایران زن و شوهر تاجیک را که می‌خواستند به صف گروه ممنوع دولت اسلامی بپیوندند به تاجیکستان استرداد کرد. مقامات تاجیک بر رادیو آزادی گفتند که عبدالفیض وزیروی 33 ساله ساکن ناحیه همدانی همراه با همسرش ماهیره سلیموی 32 ساله با 3 کودک نابالغ در موضع زاهدان ضمن تلاش عبور مرز با افغانستان بازداشت شدند. حالا این دو جفت در بازداشت قرار دارند و 3 کودک آنها را نزدیکانشان پرستاری می‌کنند. تا این وقت عبدالفیض در مرکز ناحیه همدانی مغازه تجارتی داشت. نزدیکانش بر رادیو آزادی گفتند که 6 ماه پیش بعد قرضدار شدن عبدالفیض با مقصد کار از تاجیکستان خارج شد. بسیار بعد قرضدار شد، به همین خاطر قرض گرفتگی رفتگی باشه. نمیدونم چی که نمیدونه کجا یگان کس نمیدونست، به همین خاطر آوازش کردن که سوریه رفته. همین یک کس که آوازه کرد روی چوب شد همین چیز. بعد مقصد در ترکیه بعد درک شدن که کار میکرد در کدام مویکای کار میکرد، هم دخترش کلونه یا دختر کلونه میگه هم کار میکرد، سر میرفت کار شب میومد. میگن که اگر گرانیسا میگذارن پول ایران دم میدونن که اتوبوس خاطی میسن که میگه شما میگه روز اینجا میکنین اینجا میگه خیلی روز است میگه شما در تاجیکستان در روز کن میگه بعد همجا بازداشت میکنن به قفانش میورن. ماه پیش خبری بازداشتش را از زاهدان ایران شنیده حیران شدند. مقامات محلی میگویند عائله‌های آسیب پذیر مورد نظری آنها قرار دارد، اما اسم این خانواده در رویخط آنها نبود. عائله یگون خیلی با دین و مذهب یگون ارتباط نداشت. خب عائله خوب بود. مقامات میگویند عبدالفیض و همسرش اندیشه‌های افراطی داشتند و برای پیوستن به حرکت‌های افراطی در خارج تاجیکستان ماه‌ها آمادگی دیدند. آنها از طریق شبکه‌های اجتماعی با نمایندگان این حرکت‌ها ارتباط داشتند. کارشناسان میگویند که استفاده مرز ایران برای گذشتن به حدود تحت نظارت حرکت‌های افراطی مسیری نو است.